با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. علاوه نو به کودکس جنایی ژورنالیستان تاجیک را نگران کرده است. تاکسیران‌های دوشنبه وظیفه‌دار شده اند مشتریان خود را نصیحت کنند تا از سطرپوشی دست کشند. حکم سود نسبت یاروف و محکموف پورا غیر قانونی است. در مصر تظاهرات‌های نو آغاز شدند. با کودکس جنایی تاجیکستان بندی نو علاوه گردیده است که تحقیر و تهمت به پیشوای ملت نام داشته تاکید می‌گردد مایه نگرانی‌های ژورنالیستان تاجیک شده است. سازمان روزنامه‌نگاران تاجیکستان میگوید برای تحقیر و تهمت به پرزیدنت معین گردیدن جزا در بند جدید کودکس جنایی که برای تحقیر و تهمت به رئیس جمهوری کشور توسط مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی 5 سال زندان مقرر شده است. کار ایجادی ژورنالیستان را محدود و جریان پیشرفت آزادی بیان را در کشور مسدود خواهد ساخت. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفته است: مسئله نه تنها در بحث برانگیز بودن تعیین مجازات برای تحقیر، بلکه اینچنین در مشخص نبودن مفهوم تحقیر تهمت است. این بند کودکس جنایی فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های اطلاعاتی را زیر ضربه می‌ماند. نوریدین قرشیبایف روزنامه نگاه را به طریق مثال ذکر نموده میگوید این روزنامه پس از اشتباهاً افتادن یک حرف از کلمه پرزیدنت دچار مشکل گشته و عاقبت نشر خود را باز داشته است. ژورنالیستان تاجیک نگران گشته‌اند که فاجعه نگاه به سر همه رسانه‌های مستقل و دیگراندیش کشور خواهد آمد و آزادی سخن در تاجیکستان من بعد زیر سوال خواهد رفت. تاکسیران‌های دوشنبه وظیفه‌دار شده اند مشتریان سطرپوش خود را نصیحت کنند تا از سطرپوشی دست کشند. طبق اطلاع یک تاکسیران بیشتری رانندگان تاکسی‌ها در دوشنبه به خصوص آنهایی که با کمیته دولتی امنیت ملی همکاری می‌کنند از طرف این نهاد موظف شده اند در مبارزه علیه سطر زنان شرکت کنند. با گروه از آنها راه‌های نصیحت کنی آموزش داده شده است. او میگوید کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی هم به این کار موظف شده اند و ماشین‌های را که زنان سطرپوش سوارند نگاه می‌دارند. این تاکسیران خودش شاهد یک چنین حادثه بوده است که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی خواستند سطر یک زن را از سرش به در آورند و شوهرش به آنها مقابلیت کرده در نتیجه زیر لطوکوب شدید قرار گرفته است. بعد لطوکوب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی گروهی زودعمل آمده آن مرد را با خود برده اند. از خوانندگانی که با چنین مناسبت روبرو شدند خواهش می شود توسط واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام با رقم 915 219 398 417 در تماس شوند. سریت معلومات کفالت داده می شود. آنهایی که از ارتباط مستقیم می ترسند می توانند معلومات را توسط نزدیکانشان در روسیه یا کشورهای دیگر رسانند. امروز بعد نماز جمعه مردم مصر با کوچه ها ریخته استعفای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری کودتاگر این کشور را طلب کردند. پایان روی به سابقه اقتصاد مصر و ناکامی تیم کودتاگران مردم را ناراحت کرده است. قرض دولتی این کشور هم در زمان حکمرانی سیسی با شدت افزایش یافته است. مصر در این روزها هم نیت دارد از بانک جهانی 12 میلیارد دلار قرض دریافت کند. دیروز بیش از 100 نفر نظامیان این کشور اعلان کردند که رئیس جمهوری قانونی مصر محمد مرسی است و آنها از اطاعت به سیسی دست میکشند. آنها شعار میدادند که رئیس ما مرسی است و تو دفع شو ای سیسی. این نظامیان گفتند که به زودی کودتای حربی سیسی شکست خورده و حکومت قانونی برخواهد گشت.
اعتراضگران تظاهرات امروزه را انقلابی پیروز شده اعلان کرده گفته‌اند که علیه کودتاگر سیسی که مصر را ویران، اقتصادش را خراب و قرب پولش را به طور بی‌سابقه پایان برده است قیام نموده‌اند. مقامات قدرتی مصر 2 روز قبل از تظاهرات هزارها نفر از جمله 8 نفر راهبران اخوان المسلمین را بازداشت کرد، اما این بازداشت‌ها تصمیم مردم را دیگر نکرد. قبلا اطلاع داده بودیم که مرافعه آخرین بزرگمهر یاروف مثل مرافعه های قبلیش با قانون شکنی ها صورت گرفته حکم غیر قانونی صادر شده بود. امروز دلیل های نو دسترسی ما شدند که غیر قانونی و سپارشی بودن حکم را پررا ثابت میکند. از نشاندادهای مشورتچیان خلقی که در رفت مرافعه سودی بزرگمهر یاروف ماههای می اکتبر با پرونده نو طبق ماده های 330 و 335 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان شرکت کردند دیده می شود که مشورتچیان خلقی عموما حقوقهای خود را ندانسته در نتیجه عموما عدالت سودی به وجود نآمده است. سودیا بابا خانزاده اسامیدین، مشورتچیان خلقی غیورова نرگیز و کریمزاده دلاور با قرارهای مفتش پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان جبردیده اعتراف شدند. این 3 نفر گویا از کردارهای بزرگمهر یاروف که با تکیه به شعر سینا هر کو نخر است کافرش میخوانند و با تکیه به آیت 179 سوره اعراف ایبدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده را تشبیه به خر و حیوان داده است ضرری معنوی دیدند. مطابق قسم 1 ماده 61 کودکس مرافعه‌ای جنایی جمهوری تاجیکستان اگر سودیا و مشورتچیان خلقی جبردیده باشند پس با سبب آنکه بی‌غرضی آنها را تحت شبهه میگذارد اساسی ردیه و خودردیه سود میباشد. این حالت باز غیر قانونی و به اساس برآوردن حکم سودی را در دایره فشار سیاسی به سود نسبت بازداشت شده های سیاسی یاروف بزرگمهر و محکموف نوریدین نشان میدهد. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. شبی گذشته یک ماشین پر از مواد ترکنده در برابر دیواری کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف افغانستان منفجر شد. مقامات افغانستان میگوید از پی این حمله انتحاری شماره کشته شده ها به 7 تن رسیده، تعداد زخمی ها بیش از 125 نفر را تشکیل میدهد. به گفته مقامات افغان 5 تن از کشته شده بر اثر ترکشی ماشین بمبگذاری شده و 2 غیر نظامی دیگر از تیر محافظان کنسولگری آلمان جان باختند. در بازی دوستانه بین روسیه و قطر 2 مدعی برگزاری مسابقات جهانی فوتبال که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد تیم روسیه به حساب 2-1 شکست خورد. ویتالی موتکا پرزیدنت اتحاد فوتبال روسیه گفته است باخت به تیم قطر نشان دهنده درجه تیم ملی فوتبال روسیه است. در همین حال تیم یکی از بهترین بازیگران دنیا مسی در بازی‌های انتخابی مسابقات جهانی به تیم برزیلیا با حساب 0-3 بازی را باخت و شانس مسی را برای رفتن به روسیه خیلی کم کرد. این تخمین که مسابقات جهانی در روسیه بدون شرکت مسی برگزار خواهد شد تا رفت بیشتر می شود. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و ویدیو و گزارش های ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و استراحت خوب را تمنا داریم. تا بخش های نوبتی خیر خدا یار و یاورتان.